سلام عرض میکنم خدمت تمامی عزیزان. خیلی خوش اومدیم به اولین ویدیوی آموزشی از کانال مهندس علی رنجبر. این کانال به شما کمک میکنه که نرم افزارهای 3D Max، وی-ری، فتوشاپ و در نهایت رندرینگ رئال رو در زمینه معماری و طراحی به صورت قدم به قدم حرفه‌ای و کاربردی یاد بگیرید. بدون معطلی میریم سراغ اولین ویدیو. خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید. خب دوستان، من یه معرفی کلی بکنم از این صفحه‌ای که می‌بینید. این صفحه‌ای که مشاهده می‌کنید صفحه اصلی نرم افزار 3D Max. 4 تا بخش داره صفحه اصلیمون. بخش تاپ یعنی دید ما به طرحمون، به اون آبجکتمون، به هر چیزی که رسم می‌کنیم از بالاه. بخش فرانت یعنی از روبرو داریم به حالا بخش ترسیمی قضیه نگاه میکنیم. لفت یعنی چپ، یعنی از سمت چپ داریم نگاه میکنیم. و این بخشی که میبینید بخش سه‌بعدی نرم افزاره که ما هر چیزی که داریم ترسیم میکنیم طبیعتا به صورت سه‌بعدی خواهد بود و در این بخش خیلی با هم کار داریم. این بخشی که میبینید بخش سمت چپ یه کادریه که من هر چیزی رو که در صفحه و در صفحه کارم ترسیم کنم یا آبجکتی بیارم اینجا با اسم و مشخصاتش دیده میشه. یعنی من 1000 تا جسم داشته باشم اینجا، هر 1000 تاش اینجا نشون داده میشه با اسم و مشخصات. قسمت بالا حالا خیلی جزئیات داره، من نمیخوام زیاد خسته بشین. اونایی که مهمن رو میگم و بقیه‌اش رو ایشالله در جلسات آینده با هم کار میکنیم. این قسمت سلکت اند موو، یه جسمی رو سلکت میکنیم بعد مووش میکنیم. حالا موو هم که حالا تکون دادن، تغییر مکان و اینجور چیزا. روتیت چرخوندن جسممونه، هر آبجکتی که داشته باشیم میتونیم سلکت کنیم و با این ابزار روتیتش بکنیم. و اینجا قسمت اسکیل که ما میتونیم چه از یه باکس ساده چه از یه آبجکت خیلی شلوغ با سلکت کردن اون بتونیم اسکیلش رو تغییر بدیم. مثلا من یه کاری کردم تموم شده، الان مثلا یه لوستر میارم بذارم اینجا، اسکیلش خیلی بزرگه به خونم نمیاد. سلکتش میکنم، از اینجا اسکیلش رو تغییر میدم، خیلی راحت و آسون. و جلوتر اینجا میرور و الاین و از اینجور چیزاست که میرور خب آینه کردن به قول اون یا تقارن کردنه. الاین هم که ایشالله توضیح میدم چجوری کار میکنه. و این قسمت سمت راست قسمت ترسیمی بخش 3D Max. قسمت ترسیمیش از چند تا بخش تشکیل شده. بخش سه‌بعدی داره و بخش دوبعدی داره. بخش سه‌بعدی اسمش جئومتریه، یعنی باکسی که من میکشم به صورت مکعبه، دوبعدی نیست. دوبعدی اگه بخوام اینجا قسمت شیپس میام روش کلیک میکنم. قسمت شیپس تشکیل شده از لاین ساده، رکتنگل و آرک و از اینجور چیزا. پس اگه بخوام سه‌بعدی ترسیم کنم قسمت جئومتری این قسمت، اگه بخوام دوبعدی ترسیم بکنم قسمت شیپس رو میام انتخاب میکنم، لاین و آرک و رکتنگل و از اینجور چیزا اینجا هست. حالا من چون میخوام سه‌بعدی ترسیم بکنم میام قسمت جئومتری و با اینا هم فعلا کاری نداریم چون در جلسات آینده اینا رو هم توضیح خواهم داد. من میام اگر بخوام مثلا برم تو قسمت حالا این سه‌بعدی، من چون نمیخوام زیاد انگلیسی حرف بزنم و بگم، حالا من خودم در گذشته اگه مثلا یه ویدیو داشت همش با انگلیسی و لغات انگلیسی توضیح میدم من خودم ردش میکردم، چون میخوام راحت باشیم با هم. من میگم میام همین قسمت سه‌بعدی کلیک میکنم، اینو انتخاب میکنم. میبینی یه نوار زردی میندازه دورش، یعنی این سلکته.
حالا چطوری وارد این قضیه بشیم صفمون بزرگ بشه از این 4 تایی در بیاد؟ خیلی راحت. Alt به اضافه W، Alt و W رو میزنم، هر صفحه‌ای که دارم میره داخل اون صفحه و اون صفحه کلا بزرگ میشه برام. هر موقع هم اگه خواستم بیام بیرون و اون صفحه 4 تایی رو داشته باشم، مثلا برم تو قسمت تاپ، Alt و W رو دوباره میزنم، میام مثلا تاپ رو انتخاب میکنم، Alt و W دوباره اومدم تو قسمت تاپ. حالا Alt و W میاد بیرون، اینجا Select، Alt و W اینجا برام بزرگ میشه. این صفحه شطرنجی که اینجا میبینید حکم سطح 0 رو داره، انگار سطح زمینمه که میخوام مثلا اونجا یه ویلا طراحی کنم. اینجا سطح زمین من میام میخوام میگم یه باکسی میخوام طراحی کنم. اینجا قسمت جیومتری، باکس، یه کلیک میکنم، این باکس برام انتخاب میشه. حالا نحوه ترسیم باکس اینه که من کلیک میکنم، میکشمش، مثلا میگم تا اینجا خوبه، کلیک رو ول نکردم، الان ول میکنم میاد بالا. همین موسم رو تکون بدم به جز اینکه به چیزی دست بزنم میاد بالا. ببرمش پایین انگار از سطح زمین رفته پایین، بیارمش بالا انگار اومده بالا. اینه یه ساختمون، اینه یه ویلا، اینجوری اومد بالا. الان مثلا من برای اینجا دیگه دید ندارم، این میره بالا، این صفحه این نوار بالایی نمیذاره من ببینم. چیکار کنم؟ میام این قربیلک، نمیدونم قربیلک میگن چی میگم، این وسط موس اینو فشار میدم داخل، میکشم موسم رو تکون میدم، همین کلید وسط موس رو فشار بدین داخل، این میاد بالا. میتونین صفحه رو شما ببینید. اگر دقت بکنین باکس هم از جاش تکون نخورده، دقیقا همون جاست، ولی چون من اینجوری میکشم بالا دیگه بقیهش دیده نمیشه، من این دکمه وسط موس رو میزنم، موسم رو تکون میدم، بقیه باکس هم میبینم. حالا من میگم مثلا ارتفاعش تا اینجا خوبه، یه کلیک میکنم، میبینین باکس هم ترسیم شد. من الان یه باکس طراحی کردم، یه باکس ترسیم کردم، با راست کلیک از دستور باکس خارج میشیم، یعنی اینجا برامون آف میشه. الان من میگم مثلا اندازه این باکس هم کوچیکه، چیکار کنم بزرگ بشه اندازش؟ سلکتش میکنم، میام روش یک کلیک میکنم، میبینین تو این نوار سمت چپ 3D میاره که الان شما فقط یه دونه باکس دارین رو صفحه، اسمش هم 201، باکس 201. میام کلیک میکنم، اینجا هم چراغش روشنه، یه حاله سفیدی میاد روش که این الان سلکته. از سلکت در بیاد یعنی من خارج از این محدوده بزنم، یعنی صفحه خالی رو کلیک کنم، این خود به خود از سلکت خارج میشه. میام سلکتش میکنم، میگم که حالا تغییر اندازش بدیم، میام اینجا یه قسمتی دارم به اسم مودیفای، همین این بالا بخش دوم از سمت چپ، مودیفای که بزنم میبینم بله مشخصات اینجاست، باکس صورتی رنگ. من میگم اول آقا من با رنگش مثلا زیاد خوشم نمیاد، مثلا همینجا این قسمتی که این رنگ صورتیه اینجا هم رنگش انداخته، صورتی رو انتخاب میکنم، میام اینجا میگم قرمزش کن، اینجا تمام رنگ ها هست، من میگم قرمزش کن، یک کلیک میکنم اوکی، این قرمز شد، تغییر رنگ کرد. البته که این رنگا متریال نیستن یا مثلا بگیم از این رنگا مناسبه تو کارمون استفاده کنیم، به هیچ وجه. ولی چون مثلا من با رنگش حال نمی کردم، تو ترسیم اذیتم میکرد چشممو، به هر دلیلی من اینو عوضش کردم، کردمش قرمز. الان میام میگم اندازش رو تغییر بدم، طول و عرض و ارتفاع.
همین 3 بخش. من میگم طولش رو بکن 1 متر، اینجوری دابل کلیک 1. میبینین معلوم شد که خیلی کوچیک بود باکسم. اینجوری با این قربیلک وسط این، من میگم قربیلک نمیدونم این اسمش چیه، با این دکمه وسطیه این میچرخونم زوم و زوم آوت. این عرضش رو طولش شد 1 متر. حالا ارزش هم بکنیم 1 متر. خیلی خوب. ارتفاعش هم بکنیم مثلا 3 متر. اینم از 3 متر. همین دکمه وسط موس رو میزنم، یه این ور اون ورش میکنم، بالا پایینش میکنم، ببینم اوکیه، میگم خوبه. من الان میخوام این باکسم رو بچرخونم ببینم مثلا پشتش چه شکلیه، بغلاش چه شکلی هن. دکمه آلت رو نگه میدارم با دکمه وسط موس با هم. آلت رو ول کنی این دیگه نمیچرخه، آلت رو بگیری با دکمه وسط موس این میچرخه. تمام صفحات این باکس هم من میتونم ببینم، یعنی بالا، بغلا، پایین. آلتو ول کنم دیگه نمیتونم بچرخم، ولی آلتو بگیرم و دکمه وسطیه رو بزنم کامل میتونم همه بخشا، همه زوایای این باکس هم رو ببینم. اینم از ترسیم یه باکس ساده که خیلی هم راحته. و بریم برای ترسیم مثلا یه استوانه از اینجاست، میام کلیک میکنم، ول نمیکنم تا اونجایی که مثلا مناسب میبینم این میگم این مناسبه. مثلا الان کلیکر رو ول میکنم، موسم رو میارم بالا، دقیقا عین ترسیم باکس. ببرم پایین، از سطح زمین میره پایین، بیارم بالا، عین یه برج استوانه شکل میاد بالا. یه کلیک میکنم و اینجا یه قضیه خیلی جالبی داره. این یک مدل استوانمونه که عین کله قندیه دیگه، یعنی سطح تکیه‌گاهش به زمین کاملا گرد و بزرگ و میتونیم آخرش و اون ارتفاعی که مد نظرمون رو بیاریم بالا و آخرش اینجوری کله قندی ترسیم کنیم. ولی اگر بخوایم ساده ترسیم کنیم یا استوانه ساده، این قسمت همینجوری که سلکت کردم میام دقیقا همون جوری یه کلیک و تمام. اینجا کلیک رو که کردیم تکونش دادیم این قسمتمون کوچیک و بزرگ میشد، ولی اینجا اینجوری نیست. این یه استوانه ساده است ولی این استوانه کله قندیه. الان من میگم این استوانمون آلتو میگیرم، از بالاش نگاه میکنم، میبینم این شکسته است، اینجوری دایره خیلی خوبی نیست برام. میام تو قسمت مودیفای، میبینم چند تا آیتم دیگه هم اضافه شده. سایدز هر چقدر عددش بالاتر بشه این نرمتر میشه. یعنی تو اجسامی که گوشه تیز نیستن مثل باکس و حالا رکتنگل و اینا، باکس مربع و باکس مستطیل که مثلا گوشه تیزن، این آبجکتمون گوشه تیز نیست. من میخوام خیلی این استوانمون نرمتر به نظر بیاد، شکسته نباشه. این سایزش رو هر چقدر من پایین بیارم، دیدین الان 3 تاست عدده، الان شده مثلا 10 تا اینجوریه. هر چقدر بره بالا تا 200 جا داره، این نرمتر میشه. اینو تا اینجا
الان هیچ کدوم از اینا رو من مثلا مد نظرم نیست. میام اینجا قسمت خالی کلیک میکنم، نگر میدارم، میام اینا رو سلکت میکنم با هم. هر سه تاشون اینجا سلکت شد. اینجا میبینم که هر سه تا آبجکت من اینجا سلکت شده. من میخوام اینا رو پاک کنم. خیلی ساده. رو صفحه کلیدم دیلیت. تموم شد. یه بخشی هم که من باید بگم، مثلا من یه باکس دارم اینجا، من رفتم اینجا گمش کردم، مثلا این باکس اینجاست، گمش کردم، نمیتونم، یه دونه هم باکس دارم تو صفحه، هی میگردم دنبالش ببینم کجاست، خیلی ریز شده نمیتونم. اگر در مرکز صفحه اصلا شما 20 تا باکس داشته باشی، در مرکزی رفتی مثلا این ورتر یه چیز دیگه رسم کنی، گمشون کردی، یه دونه اینجوری زوم کنی، یعنی دکمه زدو بزنی رو صفحه، میاد خود به خود رو همین باکسی که داری. یعنی من برم مثلا بیرون، الان دیگه باکسی دیده نمیشه اینجا، ولی میدونم که یه باکسی دارم تو صفحه. خب همه چیز رو پاک کردم، این نمیدونم کجاست. من میخوام اینم پاک کنم یا اصلا روش کار کنم، هر چیزی پیداش نمیکنم، خیلی کوچولوه، خیلی مثلا حالا هر چیزی. اگه بخوای پیداش کنی یه دکمه زد رو میزنی، خودش میاد روش. میام بیرون مثلا زوم اوتش میکنم، حکم زومو داره دیگه، رو اون جسممون، رو اون آبجکتمون حکم زومو داره. یه زد رو میزنیم میاد رو همین جسمی که رو صفحه داریم. حالا من اینو سلکتش میکنم، پاکش میکنم. بریم برای بخشای دیگه قضیه. خب من میام اینجا 4-5 تا باکس میکشم. میام این ور که اصلا انقدر زوم اوت کردم دیگه اینو دیده نمیشه. یه باکس خیلی عظیم و جثه دو سه تا اینجا بکشیم. مثلا این قسمتی که توضیح دادم، هر حجم، هر آبجکتی که رو صفحه کارم باشه اینجا دیده میشه، همشون اومده. یعنی من الان 9 تا جمعاً باکس دارم. من میام میگم که چون دیگه اینجا دارم کار میکنم، نمیتونم برم بگردم ببینم کجاست اینا هم نمیتونم پیدا کنم مثلا رو صفحه کارم. میام میگم که مثلا باکس شماره 3 رو اینجا سلکتش میکنم، یه دونه کلیک میکنم روش، دابل کلیک کنی اینجوری میشه که میتونی مثلا اسم و ایناشو عوض کنی. ولی من یه دونه کلیک میکنم، یه دونه اینجوری کلیک میکنم، دکمه زدم و میزنم رو صفحه کلیدم، میاد دقیقا رو همین باکسی که من دارم. آلت هم میگیرم، این دکمه وسط موس هم میگیرم، میچرخونمش ببینم درست ترسیم شده یا نه. یا اصلا مثلا این لازم نیست دیگه اینجا باشه، یا اینجا که سلکته دیلیتش میکنم، یا اینجا که دیگه سلکت شده میام دکمه دیلیتو از رو صفحه کلیدم میزنم، دیلیتش میکنم میره. الان مثلا باکس بزرگی که کشیدم فکر کنم 207 بود، باکس 207 رو اینجا کلیک میکنم روش، اینجا زدو میزنم دقیقا میاد رو همین باکسی که کشیدیم. این هم میگم لازم ندارم، دیلیتش کن بره. یا اصلا اشتباهی دیلیت شد میخوام برش گردونم، چیکار کنم؟ دیگه نمیام از اول همون باکس رو ترسیم کنم، یه دونه کنترل زد میزنم، دکمه کنترل به اضافه دکمه زد، کنترل زد رو بزنی بر میگرده، یا از اینجا میتونی برگردونی. ببین من الان پاکش کرده بودم، کنترل زد رو زدم برگشت، میخوام دوباره پاک شه، همینو بزنی میره یه مرحله جلو پاک میشه. یا این فلش این بریه رو بزنی یه مرحله میاد عقب، دوباره برمیگرده. خب من اینجا میخوام اینا رو کلا پاک کنم، این باکس های بزرگم رو میام اینجا اینجوری
کلیکمو نگه میدارم میکشم، هر سه تاشو سلکت میکنم. ببینید اینجا هر سه تا سلکت شد. دیلیتو میزنم پاک میشه. الان اون باکس ها رو من گم کردم. یا میتونم اینجا یکیشو انتخاب کنم، سلکت کنم، زدو بزنم برم روش، یا نه اینجا نه، میخوام برم مثلا من میدونم تو چه محدوده‌ای ترسیم کردم دیگه، همشون یه جان، اینا همشون کنار همن. یه دکمه زدو میزنم فقط، میاد رو همه اینا تصویرم وامیسته، سلکت نمیشه. زدو بزنی میاد رو اون آبجکت هایی که خودت ترسیم کردی همشون، چون در یه بخش بودن آورد همشون رو اینجا بهم نشون داد. الان اینا رو هم من این دوتا رو مثلا دیلیتش میکنم، این دوتا رو اینجا دیلیتش میکنیم، میمونه این. یا با این دکمه وسط ماوس زوم میکنی یا زوم اوت میکنی. یا الان ببینین یه دونه باکس 205 دارم، یه زد میزنم میاد رو همین، سلکتش هم کنی همین جوریه، هر چقدر زوم اوت کنی یه زد بزنی میاد رو همین. الان من میخوام اینو مووش کنم، میخوام در راستای ایگرگ، در راستای زد، در راستای ایکس مووش کنم. همونطور که بهتون گفتم این صفحه زمین منه. شما اینو در نظر بگیرید که مثلا شما از صفر داری یه ویلا یا آپارتمان طراحی میکنی، اینو در نظر بگیرید که صفر صفرته. من میخوام الان مثلا تو محور X رو همین سلکت دیگه، سلکتم موو، میام باکسم هم سلکته، اینجوری سلکت، این زد تو بخش زد تکونش بدم، فقط تو محور زد تکون میخوره، فقط تو محور زد حرکت میکنه. اینجا میبینین عدد این پایین تغییر میکنه، میبینین تو محور زد آوردمش عقب شد منفی مثلا 7 سانت و اینا، آوردمش جلو شد مثبت 7 سانت. اینجا میتونی اینجوری تغییر بدی، بگی مثلا تو محور مثلا X 10 متر برو جلو، یه 10 بزنی، یه کلیک بکنی 10 متر این میره جلو. حالا کنترل زد رو بزنیم، تو محور ایگرگ هم همینطور. تو محور زد همینی که گفتم سطح زمینته، ببریش پایین انگار دیگه رفت زیر زمین، از سطح زمینت رفت پایین تر. بیاریش بالا انگار داره از سطح زمین فاصله میگیره، میاد بالا. میبینی؟ انگار از سطح زمینت فاصله گرفت، اینم رفت زیر سطح زمین. من کنترل زد رو بزنم بیاد دوباره سر جاش. چون این باکس هم خیلی اندازش کوچیکه، روی این موو و ایناش و تکون دادنش اذیت میکنه. من اینو میکنم 1 در 1 در ارتفاع 2 متر. الان بهتر. من میخوام مثلا اینو روتیتش کنم. الان مثلا من دارم از این دید، از فرانت، اینجا میتونی از این دید رو نگاه کنی ها. ببین اینجا هم تاپ داره، ببین تاپ، فرانت، لفت. WT رو میزنم، ببین همین چیزایی که اینجا داری، ببینی یه فرانت اینجاست، تاپ اینجاست، لفتت هم اینجاست. اینجا هم میتونی همین چیزا رو داشته باشی. یعنی قرار نیست که مثلا اینجا فقط سه بودی نگاه کنی، نه، بعضی وقتا لازمه که تو ترسیم، تو طراحی مثلا بگی آقا از سمت چپ بگیر ببینم این چه شکلی شد، یا از جلوی دید بده ببینم این درست ترسیم کردم یا نه. اگرم بخوایم مثلا جسممون اینجا شما طراحی کردیم، مثلا این گوشه رو از زیر داریم طراحی میکنیم،
دیدمونم از پایینه. خب من میخوام اینو برگردونم، میبینیم نمیتونم، مثلا برام سخته که دوباره برگردم به همون زاویه‌ای که از دور داشتم نگاش میکردم یا به همه جوانبش دید داشتم. یه دونه تی میزنی، یه زوم آوت میکنی، میاد رو حالت تاپ. حالا آلت و این دکمه وسط موس رو نگهداری، خیلی راحت. پس اگر هر موقع که تو آبجکتت به مشکل خوردی و نتونستی ازش دور شی یا یه زوای دیگر رو نگاه کنی، یه تی، یه دونه زد که دقیقا بیفته رو کادر. ببین من نمیتونم در بیام ازش. خب ای آلتو میگیرم، این دکمه وسط موس رو میزنم، نمیتونم ازش دور شم. یه تی میزنی رو صفحه کلید، یه زد، میاد قشنگ برات نشون میده. آلتو میزنم همینجوری که تی و زد رو زدم اینجوری شد، من دیگه اینجوری نمیتونم به چرخم دوباره سه‌بعدی نگاه کنم. آلت هم نگهداری، دکمه وسط موس رو بزنی، دوباره همین سه‌بعدی دیده میشه برات اینجوری قشنگ. ببین تی رو میزنم، زد اینجوریه چون تو قسمت تاپیم. آلت رو نگهداری، دکمه وسط موس رو نگهداری، اینجوری بچرخونیش میاد. الان زوم آوتش کنی بود همون دکمه وسط موسه، اینجوری زوم آوت میشه. و حالا اسکیل، اسکیل هم میگم، حالا بذار روتیت رو بگم. روتیت اینه، اینو بزنی این شکل ظاهر میشه که موو، مخصوص موو یعنی حرکت دادن. اینو اگه بزنی یه دایره‌ای برات اینجا نشون داده میشه که هم تو محور X دقت بکنی، اینجا هم رنگ همین X و Y و Z رنگای همین چیز دایره. ببین X اینجا قرمز، Y سبز، Z آبی. میام اینجا حالا روتیت، X قرمز خطش، Y سبز. ببین تو این محور میخوام الان اگه بخوایم تو محور Y بچرخیم، این میایم رو خط زرده اینجوریش کنیم، تو محور Y فقط میچرخه. من دکمه موسمو ول نکردم و دکمه کلیکمو، اگه ول کنم تو همین زاویه میمونه، دوباره باید برش گردونم همین زاویه، دوباره کلیک رو نگه میداری تکون میدی اینجوری تو هر محوری که میخوای. الان مثلا من نمیخوام تو محور Y باشه، کنترل Z برگشت دوباره به سر جاش. میخوام تو محور X بچرخه، تو محور X کلیکمو ول نمی کنم، اینجا ول کردم، میگم مناسبه یا اصلا مناسب نیست، کنترل Z. این وسطی هم برای زده، محور Z اینجوریه. روتیتش میکنه قشنگ میچرخونه، میام اینم ولش کن بیخیال، زد رو میزنم، کنترل زد رو میزنم، میام بیرون. اینجام همون بخشو داره، یعنی تو میتونی بگی که در محور X مثلا 40 درجه، در محور Y مثلا 20 درجه، در محور Z 10 درجه. اگر بخوای خیلی دقیق روتیت بکنی تو هر محوری که میخوای، اینجا میتونی ازش کمک بگیری. حالا من میگم آقا هیچ کدوم اینا رو نمیخوام، کنترل Z برمیگرده سر جاش. حالا بریم سراغ اسکیل. اسکیل اینجاست، روش موسمو نگه دارم، نوشته سلکتند اسکیل.
یه چیزی هم بگم، ورژن 3D Max من حالا اونی که باهاش کار میکنم 2016 ویری هم که روش نصبه ویری 5. 2016 من الان بالای همون اوایل 2016 که اومد من اینو نصب کردم تا الان هم دارم باهاش کار میکنم که الان 2025 من باهاش خیلی راحتم، چون همه چیش گنگ نیست روه. بعد الان مثلا 2025 رو ببینی نمیتونی باهاش کار کنی، هم آموزش 2016 خیلی راحته، هم کار کردن باهاش راحته، کلا همه چیزش خیلی روه، خیلی گنگ نیست، هم برای اونی که داره کار میکنه هم برای اونی که داره آموزش میبینه. ورژن 2016 راحته. همچنین ویری 5 ویری خوبیه برای یادگیری و کار. خب حالا از این بخش که عبور کنیم، چند تا دستور دیگه هم اینجا هست که حالا به نظرم از این جلسه اول بگیم بهتره. یکیش میروره که قرینه میکنه، آینه میکنه، حالا هر چیزی که دوست داریم میتونیم بهش بگیم، ولی خب میرور این کارو میکنه که حالا من یه جسمی داشته باشم اینجوری، یه باکسی هم روش بکشیم، یه جسمی دارم اینجوری، میخوام دقیقا عین همین اینورم باشه، سلکتش میکنم، میرور رو بزنی یه کادری برات وا میشه. پس چی شد؟ مرحله به مرحله برید سلکتش میکنی اون جسم یا اون اجسامی رو که میخواین میرور شن یا قرینه شن، هر دوتاش سلکت شد، اینجا هم ببینی هست. میام این بالا میرور رو میزنم، کلیک بکنی روش این کادر برات وا میشه. اینجا ازت میپرسه که در محور X, Y, Z X و Y و Z یا Z و X میخوای این میرور بشه. من میگم همین رو محور X خوبه. ببینین اینجا چند تا سوال ازت میپرسه که اون جسم اولیه که روش میرور کردیم پاک بشه یا نه. اینجا نوشته که پاک بشه، من میگم نه، من میخوام همون باشه، کپیش کنی. این کپی رو من میزنم. اینم اینستنس هم میگم که چه کار میکنه، حالا در جلسات آینده همینم کپیش میکنه ولی به صورت یه صورت دیگه کپی میکنه. حالا همین کپی رو من میزنم، اوکیش میکنم. اینجا نشد که کو. آها ببینیم نباید به چیز دیگه سلکت بشی یا نباید جسم دیگه رو سلکت کنی، همین تو محور X بگیریش بکشیش بیرون اینجوریه. دیدی؟ دقیقاً قرینه شد در محور X. یه بار دیگه میرم ببینیم. ببین اینو من سلکتش میکنم، خب میام میرور رو میزنم، اینم بکشم این بر که ببینید در محور X. حالا خوبه. اینم که اینجا بود دیگه، میام میذارمش رو کپی، میگم اوکی. خیلی ها میگن نشد، 60 بار اینو میزنن دوباره هیچی نمیشه، در حالی که داخل همین جسمته، داخل همین آبجکتته که طراحی کردی. فقط کافیه به چیز دیگه ای کلیک نکنی، چیز دیگه ای رو سلکت نکنی، انتخاب نکنی، چون دیگه نمیتونی اونو پیدا کنی، گم میشه رو همون داخل همون آبجکتت. همین که اونو زدی، اوکی رو زدی، بیای از همین محور X بگیری بکش بیرون اینجوری راحت. همین که در محور X تکون بدی اون جسم دومت میاد بیرون. حالا من از قسمت فرانت دارم نگاه میکنم، میبینم که دقیق قرینه شد.
حالا پاکش کنیم، دیلیتش کنیم. اینم دیلیت. میام رو قسمت جیومتری باکس. این اتوگرید بهت کمک میکنه که اگر تیکش نباشه، من میخوام رو همین باکس یه باکس دیگه بکشم، رو باکس نیفتاد. هر چقدر تلاش کنی، ببین من میخوام از اینجا تا اینجا یه باکس بکشم، اینجوری این خطابیه میفته انگار روش داری میکشی، ولی ببین این چقدر فاصله شد. دیلیتش کن. باکس رو که انتخاب کردی تیک اتوگرید رو بزن. وقتی زدی اینجا میاد خودش این صفحه رویی اون باکسی که داشتی میخوای روش یه باکس دیگه طراحی کنی میاد. ببین اینجوری الان دقیقاً رو همین باکست یه باکس دیگه کشیدی. الان دوباره مثلا رو همین باکس هر چند تا دلت بخواد اگه اتوگریدت روشن باشه میتونی روش بکشی. خب الان من اینا رو پاک میکنم، این دوتا وسط باکس وسطی ها رو پاک میکنم. میگم این بیاد در محور Z، بیاد بچسبه صفحه زیرین این باکسم، بیاد بچسبه به صفحه بالایی این باکسم. این فاصله بینش نباشه دیگه. این بیاد با این محور حرکت کنه بیاد بچسبه. بعضی از دوستان میان اینو همین جوری در محور X قشنگ میان برش میدارن میارنش اینجا. میبینی که ببین چقدر رفت داخل این باکس اولیه. چشمی خیلی مثلا خیلی هم میان چشمی مثلا اینجوری میکنن، بعد میبینی یه انقدر فاصله داره. تو رندری که میگیری میبینی اینجا سیاه افتاد. هی میگردی این چیه، این تنظیمات رو دستکاری میکنه، ببین بابا این نچسبیده به این که این رندرت بد دیده میشه یا اصلا مدل سازیت اشتباهه. راه حل چیه؟ این اینجاست. میام الاین کنار همین دستور میرور، دستور الاینه. الان کدوم آبجکت رو میخوام بچسبه به آبجکت دیگه؟ من میگم این بیاد، یعنی صفحه پایینی این بیاد بچسبه به صفحه بالایی این باکسم. میام اینجا این آبجکت که دیگه آبجکتیه که من میخوام حرکت کنه دیگه، این ثابته. اینو سلکت میکنم، انتخاب میکنم، الاینه رو میزنم، میام میبینی این شکل موسم تغییر کرد. میام رو صفحه این کلیک میکنم، در محور Z ایگرگش رو بر میدارم، در محور Z تیکش رو میزنم. ببین قبل اینکه اونو بزنم یه چیز بگم. این بالای هر جسمی میشه ماکسیموم، پایینش میشه مینیموم. اینو یادت باشه، حالا اینجا به دردمون میخوره. الان میام میزنم در محور Z، میگم اینجا چند تا چیز داره دیگه، مینیموم، سنتر، پیوت که یعنی مرکز به مرکز، ماکسیموم. من میگم مینیموم این باکسم به ماکسیموم این باکسم. الان ببین دقیق نشسته روش، نه داخل باکسم رفته نه با فاصله از باکسم. اینجوری اون مینیموم ماکسیموم خیلی مهمه ها. ببین مینیموم میشه کف این، ماکسیموم میشه روی این. وقتی من میگم الاینه رو اجرا کن، این باکس که سلکته میگم رو این باید بیاد بشینه در محور Z، بیاد اینجوری در محور Z
بچسبه به صفحه بالایی این. مینیموم ببین سنتر تو سنترش بکنیم دقیقاً وسطش قرار میگیره. مینیموم باکس اولی که سلکته به ماکسیموم باکس دومی. اوکی. خب برای جلسه اول فکر کنم خوب بوده، یه آشنایی کلی داشتیم با 3D Max و بعضی از دستورها. از جلسات بعدی میریم روی مدل سازی. اول مدل سازی مقدماتی، بعد قدم به قدم به پیشرفته و حرفه‌ای تا برسیم به نورپردازی و رندرینگ و بقیه ماجرا. سابسکرایب کانالمون یادتون نره. امیدوارم که این جلسه مفید بوده باشه براتون. تا جلسه بعد، خدا نگهدارتون.